چقدر میتونیم از ترید کردن پول در بیاریم؟ این سوال اولین سوالیه که معمولا تریدرایی که تازه میخوان آموزش رو شروع کنن همیشه تو ذهنشون هست و خیلی کنجکاون که ببینن جوابش چیه. و البته سوال بجایم است دیگه. به هر حال هر کسی که ترید رو شروع میکنه تو وهله اول به خاطر همینه که ببینه چقدر میتونه ازش پول در بیاره و بعد از اینکه مهارت لازم رو کسب کنه پتانسیلش چقدره که از این کار درآمد داشته باشه. درآمد شما از ترید به دو مورد بستگی داره. مورد اول مهارت شخصی خودتونه و مهارتی که یاد میگیرین طی سالها، و مورد دوم اندازه حساب و سرمایه‌ای که بعداً باهاش میخواید ترید کنید. این دوتا موردایی که درآمد شما مستقیما بهش مربوطه و توی اوایل کار معمولا یه اشتباهی که تریدرهای تازه کار انجام میدن اینه که کل فکرشون اینه که خب الان من سرمایه ندارم، مثلا $1000 دارم، $100 دارم، هرچی، من سرمایه ندارم، پس در آینده تریدرم نمیتونم بشم و نمیتونم کلا از این مارکت سود کنم و سود بگیرم. این طرز فکر ببینید دوستان کاملا اشتباه. توی شروع مسیر اهمیتی اصلا نداره شما سرمایه‌ای دارید، سرمایه‌ای ندارید یا موارد این چنینی. مهمترین بخش کار برای شما اینه که مهارتی که لازمه رو کسب کنید. 95% تریدرها تو این بخش مهارت مشکل دارن، نه نداشتن سرمایه. شما وقتی این مهارتی که لازمه رو کسب کنید سرمایه خودش پیدا میشه. یعنی هر وقت شما لیاقت رو نشون بدین سرمایه خودش به سمت شما میاد و راههای خیلی زیادی است که شما سرمایه‌ای که لازم دارید برای ترید کردن جور کنید و مهم این مهارت است، چون که این مهارت هست که وقتی شما کسبش کنید برای شما میمونه. سرمایه میاد و میره. اگه شما مهارت نداشته باشید و آموزشایی که مثلا همین داخل کانال رو که گفتم باید تا آخر ببینید و نبینید و تلاش نکنید تو مسیر و مهارتی نداشته باشید، هر چقدر سرمایه بزرگی داشته باشید، تو اصلا بگو صدها هزار دلار، بگو $200,000 بخواید باش ترید کنید، مطمئن باشید در بلند مدت اون سرمایه رو از دست میدید. حتی ممکنه توی چند دقیقه اول که اصلا ترید رو شروع میکنید از دستش بدین، همین که اون سرمایه رو ببرید و باش معامله انجام بدید. شک نکنید بدون مهارت داشتن نمیتونید سرمایه‌تون رو نگه دارید. حالا این برای سرمایه کوچیک هم همینه. شما فرقی نداره چه $100 داشته باشید چه $100,000 داشته باشید بخواید باش ترید کنید، مهارت نداشته باشید در دو حالت چه اون سرمایه $100 رو چه $100,000 رو از دست میدید. تو این مورد شک نکنید 1% هم. اما برعکسش شما اگه خب به یک مهارت بالایی برسید، تلاش کنید و مسیری که برای شما طراحی شده رو کامل انجام بدید، کاری که لازمه رو انجام بدید و یک سرمایه بزرگ هم بعداً کسب کنید از جاهای مختلف که در ادامه بهتون میگم یا خودتون داشته باشید، شما درآمد بالایی از ترید قرار داشته باشید. اما حالا این فرض کنیم که شما اوکی مهارت لازم رو کسب میکنید اما سرمایه کوچیکی دارین توی شروع کار، $100 $1000 یا سرمایه این مدلی، ببینید شما بازم میتونید درآمد داشته باشید اما خب درآمدتون متناسب با اون سرمایه‌ای که دارید. پس مسلما توی شروع کار تا وقتی سرمایه‌تون رشد کنه درآمد کمتری هم دارید دیگه که کاملا طبیعیه. شما نمیتونید اگه سرمایه کوچیک انتظار درآمدهای بزرگ رو داشته باشید. بعد از اینکه شما مهارت لازم رو کسب کردین و تمرین انجام دادید، تلاش کردید، راههای مختلفی هست که بتونید سرمایه‌ای که نیاز دارید رو جور کنید. یکی از راهاش اینه که با شرکت‌های پراپ فرم کار کنید. کار در ادامه بهتون توضیح میدم این شرکت چیه. یکیش اینه که یه سرمایه گذار پیدا کنید، یعنی مهارت از شما و سرمایه هم از سرمایه گذار. یک راه دیگه هم اینه که با سرمایه کوچیک خودتون ترید کنید که خب حالا هر کدوم از اینا مزایا و معایب خودشو داره. برای مثال ببینید یه توضیح کلی بخوام راجع به پراپ فرم بهتون بدم. پراپ فرم یه شرکتاییه که به شما سرمایه میده و چند مرحله آزمایشی داره. شما طبق قوانین اون شرکت باید به یک درصد سودی برسید و وقتی به اون درصد سودی که شرکت گفته رسیدین و یه سری قوانین دیگه هم رعایت کردین، به شما بین 1000 تا 200,000 دلار اون شرکت سرمایه میده. که حالا این شرکت هستن کلا قضیهشون مفصله و داخل اپیزودهای بعدی یک ویدیوی کامل براتون آماده کردم که بالای 20 دقیقه است و کامل اصلا نحوه سازوکار این شرکت ها بهتون یاد دادم. پس این صرفا یه معرفی مختصری که ببینید همچین چیزی هست، یعنی بدونید که میتونید مثلا اینا سرمایه بگیرید و سود کنید و هزاران تریدر دارن همین الان با همین شرکت ها کار میکنن و سود هم میگیرن، یعنی کاری نداره. خیلی خودم بارها از این شرکت ها برداشت سود داشتم. خب بعد از اینکه مثلا بین 1000 تا 200,000 دلار سرمایه گرفتید، سودی که میکنید بین شما و شرکت تقسیم میشه. مثلا 80% سود شما میبرید و 20% هم به شرکت میبره دیگه. یعنی مثلا اگه یک سود $1000 داشته باشید، $800 مال شماست،
$200 هم دیگه خود شرکت میبره. اما خب این شرکت ها بعضیشون یه قانونای خیلی سختی دارن و لازمه که مسلط باشید به ترید که بتونید قانونا رو کامل رعایت کنید. ببینید برای اینکه بتونید سرمایه هم از سرمایه گذار بگیرید، شما نیازه که یک استیتمنت داشته باشید، یه مدرکی که ثابت کنه شما سوددهید. و البته من پیشنهاد نمیکنم توی شروع کار سراغ سرمایه گذار و ترید کردن با پول بقیه برید، چون که ممکنه استرس چند برابر بگیرین. خود ترید خودش استرس داره توی شروع کار و اگه با پول یکی دیگه هم میخواد ترید کنید این استرسش چند برابر میشه. پس این برای وقتیه که شما تجربه هم کسب کردین، مهارت هم داشتید، استیتمنت چند ماهه مثبت هم داشتید، حالا میتونید سراغ این مورد هم برید. مورد بعدی هم اینه که خب با سرمایه خودتون ترید کنید، که اینم تنها نقطه ضعفش اینه که ممکنه سرمایه کمی داشته باشید و حالا در ادامه بهتون میگم اگه سرمایه کمان داشته باشین موردی نداره و میتونید کامل ترید کنید. مقدار سودی که ما قراره از ترید داشته باشیم به صورت ماهانه و درصدی اندازه میگیریم. یعنی چطوری؟ شما این جدول رو نگاه کنید. توی ستون اول ما درصد سود ماهیانه رو داریم و سمت چپ هم میزان سرمایه و اکانتی که داریم. یعنی ما اگه یک اکانت $1000 داشته باشیم و ماهانه 5% روش سود بگیریم، این 5% روی حساب $1000 میشه $50. اگه 10% بگیریم این 10% روی حساب $1000 میشه حدود $100 و اگه 15% بگیریم روی حساب $1000 میشه $150. و هر چقدر شما حساب بزرگتری داشته باشید میزان سودتون هم با همون درصد بالاتر میره. یعنی همین 5% که روی حساب $1000 میشد $50 روی حساب $10,000 میشه ماهی $500. 10%ش میشه $1000 و 15%ش میشه $1500. و حالا همین مقدار روی حساب $100,000 بیشتر هم میشه دیگه. یعنی روی حساب $100,000 اگه ماهی 5% سود کنید این 5% میشه $5000. اگه 10% سود کنید میشه $10,000 و اگه 15% سود کنید میشه $15,000. نتیجه گیری از این جدولی که براتون طراحی کردم چیه؟ اینکه اگه شما درآمد بیشتری میخواید باید سرمایه بیشتری هم داشته باشید و شما برای مثال اگه $1000 سرمایه دارید نمیتونید ازش انتظار داشته باشین ماهی $5,000 بهتون سود بده، که میشه همون 5 تا 15% نرمال که سودی که میتونیم از ترید بگیریم. برای این کار شما باید سرمایه‌تون رو بالاتر ببرید و خب درآمدتون هم بیشتر میشه با همون مقدار سودی که میگرفتید. حالا ما یک مفهومی هم داریم به اسم سود مرکب، که این سود مرکب باعث میشه به مرور زمان سرمایه‌ای که شما دارید بیشتر از چیزی که فکر میکنید بزرگ بشه. الان بهتون کامل توضیح میدم نحوه کار سود مرکب. ببینید اینجا ما یک جدول داریم که 4 تا ستون داره. ستون اول تعداد تریدایی که انجام میدیم، بالانس حسابو داریم، سودی که داریم و سودی که به دلار داریم. ببینید شما اگه با سرمایه $1000 شروع کنید و بتونید اونو 100% توی یک ترید رشدش بدید، سرمایه‌تون توی ترید بعدی به $2000 میرسه، درسته؟ و توی ترید سوم به $4000، توی ترید پنجم به $16000، توی ترید ششم به $32000 و توی ترید 11 سرمایه‌تون به بیش از $1,000,000 میرسه، درسته؟ این سود مرکبه. یعنی هر بار که شما معامله انجام میدید سرمایه‌تون بیشتر میشه و سود معامله بعدیتون هم بیشتر میشه. حالا ما اینجا سود 100% گذاشتیم و با هر ترید سرمایه ما 100% رشد میکنه یا کلا 2 برابر میشه. و توی 11 تا ترید سرمایه $1000 میتونه به $1,000,000 و بیشتر تبدیل بشه و این کاملا روی کاغذ شدنیه. یعنی حتی من اینو بارها روی حساب دمو هم تست کردم، روی حسابی که پول واقعی نیست، حتی موفق شدن به بیشتر از $1,000,000 هم برسونه بشه. اما این فقط روی کاغذ و یه چیز فانتزی طوره، فقط برای اینکه سود مرکب رو درک کنیم، متوجهید؟ و اینو روی حساب ریل ما قرار نیست تست کنیم، قرار نیست روی سرمایه اون همچین قماری کنیم، چون که ما تریدر قرار بشیم نه قمارباز. پس این فقط روی کاغذ جوابه، روی حساب دمو جوابه و ما قرار نیست اصلا همچین چیزی رو با پول خودمون تست کنیم و قرار نیست به امید اینکه $1000 بشه $1,000,000 کل سرمایه زندگیمون رو ریسک کنیم. اما این یه چیزی هم میرسونه. اگه شما هر شیادی رو دیدین از این به بعد که ادعا میکنه وین ریت استراتژی من 100%، من هر تریدی میکنم سود میشه، من اصلا ضرر نمیکنم و استاپ نمیخورم، فقط کافی این جدول رو بهش نشون بدید. اون شخصی که ادعا میکنه هیچ وقت ضرر نمیکنه، وین ریت 100% داره، با 11 تا ترید میتونه بیشتر از $1,000,000 سود داشته باشه. پس حساب کنین منطقی نیست اصلا بیاد برای $50 $100 بهتون پکیج بفروشه، ربات ترید بفروشه، کانال سیگنال بفروشه و کافیه براش از این به بعد هر کسی این ادعا کرد این جدول رو بفرستین با یه ایموجی خنده. خیلی خوب،
حالا ما یک سود مرکب واقع گرایانه داریم که این جدول دومه. ببینید توی ستون اول از ترید تبدیل میشه به ماه، ما بالانس رو داریم، دوباره سود درصد رو داریم که این بار به جای 100% 10% و سود دلاری رو داریم. شما اگه توی 10 ماه متفاوت، یعنی مهم نیست این 10 ماه حتما پشت سر هم باشه و شما 10 ماه حتما هر ماه 10% سود کنید، این 10 ماه میتونه متغیر باشه. اگه شما 10 بار روی سرمایه‌تون 10% سود کنید، توی ماه اول $1000 خب میشه تبدیل میشه به $1100. توی ماه بعدی میشه $1210، یعنی $10 سودتون مرکب شد دیگه. سود شما ثابت $100 نیست. و اگه همین روند رو 10 ماه تکرار کنید میرسه به $2357 و سود دلاریتون از $100 شده $235. میبینید این سود مرکبه، این کاملا شدنیه و اصلا این کمک میکنه که سرمایه‌تون توی طولانی مدت بیشتر از چیزی که فکر میکنید رشد کنه. و یه فرمول ساده هم داره. ببینید شما اگه بیاین 100% رو حساب کنید روی $1000، 100% سود پولتون میشه $2000، درسته؟ اما داخل سود مرکب اینطوریه که شما هر ماهی که 10% سود میکنید، ماه بعد 10% رو از سرمایه‌ای که اضافه شده حساب میشه. یعنی در پایان ماه دهم که سودتون میرسه به $2593، $593 سرمایه‌تون بیشتر از چیزی که انتظار داشتین رشد کرده. و این درسته ممکنه توی یک سال معاملاتی $593 به چشم نیاد، اما همین باعث میشه که سرمایه‌تون توی طولانی مدت بیشتر از چیزی که انتظار دارین رشد کنه و این سود مرکب به شما کاملا کمک میکنه. و حالا توی بخش مدیریت سرمایه دوره کامل بهتون یاد میدم چجوری سود مرکب روی حسابتون اجرا کنید و کاملا تست شده و جواب پس داده برای من حداقل. و کلا سود مرکب داخل بخش‌های دیگه زندگی هم کلا کاربرد داره و فقط توی ترید نیست. حالا پیشنهاد میکنم کتاب اثر مرکب از دارن هاردی رو بخونید. این یکی از کتاب مورد علاقه و کامل بهتون راجع به اثر مرکب و اینا توضیح میده. اما میخوام بدونید که اگه سرمایه کوچیکی دارید ناامید نشید. شما میتونید توی طولانی مدت همین سرمایه کوچیکتون مثلا $1000 رو رشدای بیشتری بدید. و حالا توی این جدول 10% سود مثال ماهایی است که خیلی بیشتر از 10% هم میتونیم سود کنیم، مثلا 15-20% و غیره. خیلی از افرادی که تریدر هم نیستن و علم کافی رو ندارن ممکنه یک دید اشتباهی نسبت به ترید داشته باشن و شما هم که این ویدیو رو میبینید ممکنه این دیدو داشته باشید، چون که طبیعی اول مسیرید و ممکنه اطلاعات کافی رو نداشته باشید. این دید اشتباه چیه که باعث میشه حتی خیلی از تریدرها توقعات بیجا خودشون داشته باشن و باعث بشه مسیر موفقیتشون طولانی تر بشه؟ اینه که ببینید شما اگه یک باز زمانی 6 ماهه رو در نظر بگیرید که الان اینجا براتون کشیدم، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم و همینطوری تا ماه ششم، شما انتظار دارین وقتی اوکی من به یه مهارت لازم رسیدم، وقتی به قولی من یه تریدر خوب شدم، قراره من هر ماه یک مقدار سود مشخصی داشته باشم. یعنی من وقتی یه تریدر خوبی شدم قراره ماه اول 10% سود کنم، ماه دوم 10% و اینطوری تا ماه ششم هر ماه 10% سود کنم. باز اینم دوباره فانتزیه. چرا؟ شما قرار نیست کارمند بشین، شما قرار نیست پولتون رو توی بانک بذارین که هر ماه یک مقدار سود مشخص بگیرین و اصلا این مایندست اشتباهیه. و اینکه شما اگه به یک تریدر خیلی فوق‌العاده تبدیل بشین بازم روندتون یه همچین چیزی. حالا بله درسته ممکنه که ماهای پیش بیاد که هر ماه سود کنید و این اصلا اشکالی نداره، اون ماه خوبی بوده و کارتون رو خوب انجام بدید، اما روند سود یک تریدر درست حسابی همچین چیزیه. یعنی ما یک ماه سود داریم، یک ماه ضرر داریم، یک ماه اصلا نه سودی میکنیم نه ضرر و سر به سری مثلا تریدی انجام نمیدیم چون که موقعیتی نبوده. یک ماه خب سود بهتری میکنیم، یک ماه سود کمی میکنیم و یک ماه ضرر کمتری نسبت به ماهای پیش انجام میدیم. و این چیزی که خیلی به واقعیت شبیه تره. شما قرار نیست هر ماه مثبت باشید، شما قرار نیست هر ماه یک مقدار سود بگیرید از مارکت. این چیزی که باید از الان درکش کنید و بدونید که تریدر خوب تریدری نیست که هر ماه سود کنه. تریدر خوب تریدریه که ضرر کنترل شده هم داشته باشه و اگه یک ماه موقعیتی هم ندید خب تریدی انجام نده. لازم نیست حتما شما به زور بخواید از مارکت پولی در بیارید و از الان درکش کنید و با یک دید درست ادامه دوره رو ببینید. این مطمئن باشید بیشتر از هر چیزی بهتون کمک میکنه اگه این طرز فکراتون رو درست کنید. خب به پایان اپیزود رسیدیم دوستان و این اپیزود
اول بود و امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه نظری داشتید یا چیز جدیدی یاد گرفتید که دوست داشتید با بقیه به اشتراک بذارید، میتونید داخل کامنت ها بنویسید و داخل کانال یوتیوب میتونید بقیه قسمت های دوره رو ببینید و اگه سوال مهمتری داشتید میتونید از طریق تلگرام شخصا از من بپرسید و داخل قسمت بعدی میبینمتون.